من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قبل از این از ابتدای سوره مبارکه تا اینجا ذکر و یاد سه گروه مختلف و متفاوت و صفات اونها را خواندیم. گروه اول گروه متقیان بودند با صفاتشان و با نتائج دنیوی و اخروی اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. گروه دوم گروه کفار مجاهر همچنین صفاتشون خونده شد و نتائج دنیوی و اخروی ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و اخروی و لهم عذاب عظیم. گروه سوم بحثشون آغاز شد منافقین بودند. صفات منافقین را خواندیم و بعضی از ثمرات و نتائجی که الله تعالی بیان فرمود اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. اینها نتایج دنیای نفاق و منافقین هست. اکنون دو تا مثال الله تعالی بیان می فرماید که می خوانیم. اول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا و دوم او كصيب من السماء. بر اساس
گفته عامه مفسران این هر دو مثال مربوطند به منافقین و در این دو مثال حالت و وضعیت منافقین مثال زده شده به یک صورت و حالت محسوس. میدانید که مثال یک چیز مفهوم و معقول را به شکل محسوس در آوردن تا اینکه بیشتر مفهوم بشه، بیشتر فهمیده بشه، درک بشه، به این منظور انجام میگیرد. اوقع فی النفس هست، قابل درک هست. در قرآن مجید هم مثل زیاد می آید، بیان مثال ها زیاد آمده، لذا اینجا وضعیت منافقان را مثال دادن به یه حالت محسوس و مبصر که دیده میشه و مشاهده میشه. اما شیخ حسین علی رحمه الله می فرماید که دو تا مثال اولی مربوط به کفار هست و مثال دومی مربوط به منافقین هست. مثال اول مال کافرین هست، کفار مجاهر، و با صفات اونها بیشتر هم خوانی دارد، و مثال دوم مال منافقان است. به هر حال اولین مثال را می خوانیم بر اساس تفسیر مفسرین. اولا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثال آن منافقینی مثالشان در چی چیزی؟ در لاعلاج بودن مرض، در اینکه اینها قابل هدایت نیستند، خوب نمیشند. مثل اون کسی است که استوقد نارا، آتش روشن میکند، آتش روشن میکند و میخواهد که به وسیله آتش اطراف را روشن نگه دارد و اطراف را ببیند. الله میفرمه فلما اضاءت ما حوله، زمانی که اطرافش روشن می شود، ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، خداوند از بین می برد نور آنها را، و ترکهم و می گذارد آنها را فی ظلمات لا یبصرون، در تاریکی هایی که نمی بینند. خب اکنون چطور این مثال منافقین هست؟ به این صورت که الذی استوقد نارا، کسی یا کسانی که آتشی را روشن می کنند. خب این در واقع به مثل چی می ماند؟ مثل این می ماند که منافقین زبانن و لسانن اقرار کردن اسلام را، با زبان گفتن ما مسلمان شدیم. خب همین که با زبان گفتن ما مسلمان شدیم، به ظاهر مسلمان شدند، این هم برایشون خالی از منافع نیست. مثل اون کسی میماند که آتشی افروخته میکند، آتشی را روشن میکنند. اما فلما اضاءت ما حوله، وقتی که اطراف روشن میشه، اطراف روشن میشه به چه معنا؟ به این معنا که فوائدی که از این اسلام ظاهریشون هست عائدشون میشه، فایده هایی که به دستشون میاد. مثلا چه فوائدی هست؟ فایده این هست اولا جان و مالشان محفوظ، کسی با اونها کار ندارد، کسی نسبت به اونها تعرض نمی کند. خب این که محفوظ هستند این خودش یک فایده ای هست، یک نوری هست و روشنی هست که میگیرند. دیگه این که گاهی غنایمی به دست می آید، منافعی حاصل میشه، هم اونها بی نصیب نمی مانند. پس این مثال همون کسی هست که از آتش مقدار استفاده می کند، بهره می گیرد و اطرافش را می بیند. اما
وقتی که روشن میشه اطرافش، ذهب الله بنورهم، خداوند نور را از بین میبرد. نور را از بین میبرد یعنی چه؟ یعنی نفاقشون را خداوند ظاهر میکند، اونها را برملا میکند. وقتی که نفاقشون ظاهر بشه، برملا بشه، همه دسیسه ها و نقشه هایشون بر آب میشه. پس این مثال کسی هست که ذهب الله بنورهم، خداوند نورشان را میبرد. خب ببینید فلما اضاءت فرمود، یکی هست ضیاء و یکی هست نور. ضیاء نسبت به نور روشنتر است. خورشید را خداوند عزوجل متصف فرموده در قرآن که ضیاء دارد. و ماه را چی؟ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. خورشید چون که درخشندگی و روشنی زیادی دارد، لذا اونجا ضیاء بکار برده شده. ماه که نورش مستفاد و گرفته شده از چی؟ از خورشید، اونجا تعبیر نور بکار برد. خب اینجا فلما اضاءت ابتداء وقتی که فرمود اطراف روشن میشه، خوب روشن میشه، ذهب الله بضیائهم بر اساس فلما اضاءت. ولی اینجا فرمود که ذهب الله بنورهم، معنیش اینه که خداوند همون نور کم را هم برد، یعنی هیچ نوری باقی نمان. اگر می فرمود ذهب الله بضیائهم، شاید مفهوم مخالف این میشد که خداوند اون نور زیاد را از بین برد، نور اندکی برایشون باقی ماند، بازم خالی از منفعت و خالی از فایده نیست. به این خاطر نفرمود ذهب الله بضیائهم، بلکه ذهب الله بنورهم، حتی نور اندکی که داشتند اون هم از بین رفت، در تاریکی محض تأکید میشه و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، گذاشت آنها را در تاریکی هایی که اصلا نمیدیدند. خب بر اساس این تفسیر مشاهده فرمودید که این کسی که آتش روشن میکند یعنی منافقی هست که ایمان ظاهر میکند. منافقانی که ایمان ظاهر میکنند مثل کسانی هستند که آتش روشن میکنند. اضاءت ما حوله، یعنی منافقین از اسلامشون منافعی که حاصل میکنند، این را تشبیه داده به کسانی که از آتش و نور آتش بهره میگیرند، اطراف خودشون را مشاهده میکنند. ذهب الله بنورهم، خداوند نفاقشون را افشا میکند، خداوند رسوایشون میکند. این را تشبیه داده به کسی که اون آتش را در بیابان دارد و اون آتش از دستش میرود، در یک تاریکی محض میماند. پس این اسلام هیچ فایده برایش ندارد. خب این بر اساس تفسیری بود که مراد از مثلهم، مثل چی گرفتیم؟ منافقان. اما اگر مراد اونطوری که شیخ حسین علی رحمه الله میفرماید مراد کفار باشد، اون وقت تفسیر چی میشه؟ تفسیر اینه که مثال کفار را الله بیان میفرماید به این صورت که الذی استوقد نارا، الذی استوقد نارا، اون کسی که آتشی روشن کرده، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله با نور ایمان، با دعوت حق آمدند و تشریف آوردند و اطراف را روشن کردند با دعوت توحید. فلما اضاءت ما حوله، اضاءت ما حوله، اطرافش چی شد؟ نورانی شد. یعنی این نور اسلام را که رسول الله آوردند، اهل مکه یعنی مسلمانان مکه، مسلمانان از این استفاده کردند. مسلمانان از این چی کردند؟ استفاده کردند. اما مسلمانان استفاده کردند، بیشتر اهل مکه چی شدند؟ محروم شدند، چون ایمان نیاوردند. ذهب الله بنورهم، خداوند نور را برد، نور را از اونها گرفت، چون که اونها ایمان نیاوردند. ایمان که نیاوردند چی شد؟ محروم ماندند. و رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کرد، رفت مدینه طیبه. اهل مکه در تاریکی محض باقی ماندند. پس میفرماید که شیخ میفرماید این کسی که نوری را افروخته کرده، این کس رسول الله صلی الله علیه وسلم است، این نور اسلام را روشن کرده.
اضاءت ما حوله، اطراف را روشن کرده. منافع نور، کسانی که آمدند و از این نور استفاده کردند ایمان آوردند. اما ذهب الله بنورهم، در حق کسانی است که از این نور استفاده نکردند. و ترکهم فی ظلمات، در تاریکی ماندند، در کفر و شرک و ظلمت ماندند. چی شدند؟ صم بکم عمیون. آیا اینها حواس نداشتند که از این نور استفاده بکنند؟ آیا اینها نتوانستند از این نور استفاده بکنند؟ چشم نداشتند ببینند حق را، گوش نداشتند که حق را بشنوند، و زبان نداشتند که حق را بگویند و به حق اقرار کنند؟ الله تعالی می فرماید داشتند اما بهره نگرفتند، استفاده نکردند، گویی نداشتند. پس صم بکم عمیون عینا هم معنای چی هست؟ ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم. الله می فرماید صم بکم، آنها ناشنوا بودند، بکم لال بودند، عمیون نابینا بودند. فهم نابینا هستند، ناشنوا هستند، لال هستند. فهم لا یرجعون، آنها رجوع نمی کنند، بر نمی گردند. بنویسید من الکفر الی الایمان، از کفر به ایمان بر نمی گردند. ببینید اینجا علامه نصفی بر صم بکم عمیون همین عبارتی که مطلب را قبلا عرض کردم نوشتند که این حواسشان کار می کرد، اما وقتی که اینها به کار نبردند گویی این حواس از کار افتاده بود. کانت حواسهم سلیمه، حواس اونها چی بود؟ سالم بود. چشم سالم، گوش سالم و زبان سالم. ولكن لما صدوا عن الاصاغة الى الحق، اما لما صدوا وقتی که باز داشته شدند از شنیدن حق، الى الاصاغة الى الحق گوش کردن به حق، صدوا عن الاصاغة الى الحق مسامعهم، بستند گوشهایشون را، یعنی نگذاشتند حق بشنود. و ابوا ان ينطقوا به السنتهم، و انکار کردند به اینکه السنهشان حق بگوید، یعنی حق نگفتند و اقرار به حق نکردند. و ان ينظروا او يبصروا بعیونهم، و همچنین انکار کردند اینکه نگاه بکنند، تماشا بکنند یا ببینند با چشمانشان، یعنی از چشم کار نگرفتند، از گوش کار نگرفتند، از زبان در اعتراف حق کار نگرفتند. جعلوا كأنما ایفت مشاعرهم، اینها گشتن گویا آفت زده شده به حواس اونها، حواسشون آفت زده هست. ایفت مشاعرهم، این مشاعرشان، حواسشان گویا چی شده؟ آفت زده شده، مدارک. پس صم بکمون به این معنی هست که اونها چشم داشتند، گوش داشتند، سالم هم بود، اما چون که انکار کردند از گفتن حق، از شنیدن حق، از دیدن حق، الله عزوجل اونها را چی کرد؟ آفت زده کرد، اونها دیگه کار نکرد. علی ای حال این مثال یا اینکه مال منافقان بود بر اساس گفته جمهور، یا اینکه مال اهل مکه بود که ایمان نیاوردن بر اساس گفته شیخ حسین علی رحمه الله. مثال دوم، این مثال عند العامه مالکی مال منافقین است. او کصیب من السماء، اگر به قول جمهور مفسرین ما بگیریم و مثال اول را مال منافقین بدانیم، او
اینجا میشه للتخییر، یعنی اون مثال را توجه کن یا این مثال را، اون مثال را ببین یا این مثال را. اما اگر بر اساس نظر شیخ حسین علی رحمه الله اون مثال اول بگیم مثال کفار است، اینجا اول تنویع هست، یعنی نوع دیگر، مثال دیگر از نوع دیگر. یعنی اون مثال مال کفار بود، این نوع دیگر مثال است مال چیه؟ منافقین هست. او کصیب من السماء، یا مثالشان مثل صیب هست. صیب ابر را میگند، باران را میگند، اما اینجا مضاف مقدر است. ذو صیب هست، ذوی صیب هست، کذوی صیب یا اصحاب صیب. انسان هایی که صاحبان چی باشند؟ باران باشند یا ابر باشند. خدا بهشون باران و ابر داده. من السماء، از آسمان. آسمان کل ما علاک فهو سماء، یا اینکه مراد ابر هست. ابر درسته خود آسمان نیست، ولی انسان عموم مردم فکر میکنند که آسمان است، یا هر چیزی که بالا باشد آسمان است. بهرحال فیه ظلمات و رعد و برق. اول ترجمه آیه، وقتی که باران میاد از بالا، در اون ابر میبینیم ظلمات، تاریکی هست، رعد و برق هست. ابر که ما معمولا ابر سیاه جلوی خورشید را میگیرد، نور کم میشه و یک مقداری هوا تاریک میشه. رعد و برق هم بسیار خطرناک. خب شما در این حالت تصور بکنید که همه جا تاریک شده، همه جا تاریک شده، افرادی هستند زیر این باران و این رعد و برق شدید قرار گرفتن. اینها چیکار میکنند؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم، قرار میدهند دستانشان را، انگشتانشان را، فی آذانهم در گوشهایشان، من الصواعق ای من اجل الصواعق، به خاطر چی؟ صاعقه شدید، صدای مهیب، حذر الموت، از بیم مرگ میترسه که وقتی صاعقه به من نخورد و از بین نروم. خب عنایت بفرمایید، این مثال منافقان است. مثال منافقان است. صیب من السماء، ابری که از آسمان است، بارانی که از آسمان داره میاد، که ایمان و قرآن. بارانی که از بالا میاد چیه؟ ایمان و قرآن. فیه ظلمات و رعد و برق، در احکامی که در این قرآن هستند ظلمات، وعید هست. ظلمات تاریکی ها یعنی چی؟ وعید، تخاویف. و رعد و برق و شدائد و تکالیف. ببینید اعمالی که خداوند دستور داده بعضی ها سخته، مثلا جهاد بکنید، مالتون را و جانتون را تقدیم بکنید، کشته بشید، سخت هست یا نیست؟ برای بالخصوص منافقی که ایمان و اعتقادی ندارد. مؤمنی که میگه جانم را میدم، بهشت را میخرم، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اون کسی که این اعتقاد را دارد برایش آسانه، اما اون کسی که باور ندارد و فکر میکند اول و آخر همین زندگیه، برای او چی هست؟ سخته. پس اعمال شاقه، تکالیف دینی و همچنین وعیدها و تخاویف برایش چی است؟ به منزله صواعق و رعد و برق است. البته مراد از برق، خب برق وقتی که میزند در او تاریکی، جلوی راه انسان چی میشه؟ روشن میشه. منظور فواید دنیوی ایمان هستند. فواید دنیوی ایمان. یک منافقی که ایمان میآورد در دنیا بی بهره و بی فایده نمیماند. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که حداقل
جان و مالش محفوظ، قبلا عرض کردم، از غنائم بی بهره نیست، سهمش و نصیبش برایش در نظر گرفته میشه. پس بعضی از احکام و بعضی از منافع دینی و اسلامی بهش میرسد. خب یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، قرار میدهند منافقین دستانشون را، این مبالغه هست، انسان فقط یک بند را میتونه تو گوش بکنه، اونم کامل نه، ولی مبالغه است گویا کل انگشت را، یعنی اگر جا داشت همه انگشتان را تو گوش میکردن تا هیچ نشنوند. فی آذانهم من الصواعق، به خاطر چی؟ به خاطر این صاعقه و صدای مهیب، یعنی وعیدهای قرآن و تخاویف قرآن یا تکالیف شرعی. لذا زیر صواعق هم می‌نویسید تکالیف شرعی و وعید. حذر الموت، حذر الموت مفعول له یجعلون هست، یجعلون حذر الموت، دستهای خودشون رو در گوش قرار میدادن، از به خاطر چی؟ به خاطر بیم مرگ. مرگ چی بود برای اونها؟ مرگ ایمان بود، یعنی میترسیدن که یه وقتی در ما اثر نکند و ایمان نیاورند، ایمان برایشون مرگ بود. لذا الله میفرماید که مثال منافقان مثل این کسی هست که در چنین موقعیتی قرار گرفته. اما خب ادامهش را میخوانیم. اما ترجمه او کصیب، یعنی او مثلهم یعنی مثال اونها، کصیب مثل چی هست؟ مثلهم را پایینش بنویسید. او کصیب، یا مثال منافقان مثل ابری هست یا مثل بارانی هست، من السماء، از آسمان، یعنی مثل بارانی هست که از ابر میبارد یا از آسمان میآید، فیه ظلمات و رعد و برق، در آن باران تاریکی هست، رعد، برق، بنویسید شدائد و تکالیف و وعیدها. برق پایینش بنویسید فواید دنیاوی مثل ارز کنم غنائم. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، قرار میدهند انگشتان خودشان را در گوشها. اون کسی که در چنین موقعیتی قرار گرفته انگشت را قرار میدهد، به خاطر چی؟ من الصواعق، از آزار صواعق، یعنی صدای شدید رعد و برق. اما اینها منافقین چرا دست به گوش بودند؟ اینجا علامه قرطبی میگوید جعلوا اصابعهم فی آذانهم لئلا یسمعوا القرآن، دستها را در گوشها قرار داده بودند که قرآن را نشنوند. فیؤمنوا به، چون که اگر بشنوند و ایمان بیاورند به قرآن و به محمد صلی الله علیه وسلم، اون وقت به محمد صلی الله علیه وسلم ایمان بیاورند، و ذالک عندهم کفر، اون وقت این میشه کفر، یعنی از دین شرکی خارج شدن را چی میگفتند؟ کفر. والکفر موت، پس موت همون کفر را میگویند به زعم خودشان، بر اساس عقیده باطل خودشان. موت یعنی چه؟ کفر. قرطبی. خب الله می فرماید یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک هست که والله محیط بالکافرین، الله تعالی احاطه فرموده چنین کافرین را، یعنی از هر طرف اونها در تیررس عذاب خدا هستند. یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدیک هست که برق برو باید چشمانشون را، برق چشمانشون را برو باید. ببین رو بودن، مفسرین میگن یعنی چشمانشون از بین بره، بینایی خودشون رو از دست بدن. اما شیخ حسین علی میفرماید که رو بودن به معنی اینه که چشمانشون خیره و حیران بماند، چشمانشون خیره و حیران بماند، خوب دید داشته نباشد، چون در چنین مواقع انسان خوب نمی بیند. لذا اینها هم نگاه میکنن به سوی اسلام و قرآن و دعوت رسول الله، اما خوب مشاهده نمی کنند.
كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. الله میفرماید هرگاه که روشن میشه برای اونها، یعنی طریق و راه روشن میشه، مشوا فیه، در آن میروند. اما وقتی که اظلم خاموش میشه، چون برق برای یک لحظه و یک ثانیه است، روشن میکنه مسیر را، بعد خاموش میشه. وقتی که اظلم علیهم تاریک میکند بر آنها، قاموا، دوباره میستن وقتی که برق تمام میشه. ببین این مثال چی هست؟ مثال این هست، نوشتن کلما اصاب المنافقین من عز الاسلام، هرگاه منافقین از عزت اسلام مشاهده میکنن، به اونها چیزی میرسد، اطمئنوا الیه، مطمئن میشوند، خوشحال میشوند. اما و این اصاب الاسلام نکبه، اگر برای اسلام مشکلی پیش بیاد، یعنی اهل اسلام شکست چیزی، قاموا، توقف میکنند، لیرجعوا الی الکفر، تا که به کفر برگردند. تفسیر ابن کثیر. بس ببینید کلما اضاء لهم مشوا فیه معنیش اینه و اذا اظلم علیهم قاموا، یعنی هرگاه که برای اونها چی باشد، برای اونها مجدی باشد، غنیمتی باشد، خیری باشد، راحتی باشد، دوان مسلمانند. اما وقتی که سختی باشد، مثل رفتن به عمره و حدیبیه، رفتن به تبوک، اینجا دیگه قاموا، می ایستند. برای خیبر میگن که ما را هم ببرید، چرا ما را نمیبرید؟ این گونه هستند. ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم، الله میفرماد اگر خدا میخواست از بین میبرد سمعشان را و ابصارشان را، یعنی کلا اونها را محروم میکرد، ولی الله تعالی مهلت میده. ان الله على كل شيء قدیر، بدون شک خداوند عزوجل بر هر چیز قادر است، بر هر چیز قادر و توانا هست. پس ملاحظه فرمودید که این مثال منافقان بود که منافقان همینطور که در مسائل دینی عقب میان، جلو میرند و یک مقدار که میان باز عقب نشینی میکنن، سختی ها را میبینن، شدائد را میبینند. پس مثال اینها عیناً مثل کسی است که در اون وضعیت رعد و برق قرار میگیرد، یک قدم جلو یک قدم عقب، هرگاه که روشنی میبینه میدوه، اما هرگاهی که تاریکی میبینه متوقف میشه. خب اینجا بحث این سه گروه تمام شد، منافقان، کفار و مؤمنان. اکنون خداوند عزوجل همه گروه ها را دعوت میده بعد از اینکه صفاتشون بیان شد و نتایج هر صفتی هم معلوم شد. نتیجه نفاق هم صم بکم هست، نتیجه کفر هم ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم هست، و نتیجه ایمان اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. بعد از اینکه نتایج صفات معلوم، نتایج معلوم، اکنون خداوند دعوت میده به سوی توحیدش، به سوی عبادت، به سوی عبادتش. فقط خدا را عبادت بکنید، بغیر از خداوند هیچ کسی را عبادت نکنید. الله می فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم عبادت کنید رب خودتان را. بنویسید مالی، بدنی و قولی، همه عبادت ها را، چه عبادت مالی باشد، چه عبادت جانی باشد، چه عبادت زبانی باشد، همه عبادت ها را اختصاص به ربتان بدهید. عبادت چیه؟ قبلا عبارت علامه ابن القیم را خواندم، مجددا میخوانم که اینجا بحث عبادت است. العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور. عبادت یعنی چی؟ یعنی انسان اعتقاد و شعور و باور داشته باشد به ان للمعبود سلطه غیبیه، به این صورت که معبودی که من او را عبادت میکنم سلطه غیبی دارد، غلبه دارد، قدرت غیبی دارد.
ای فی العلم و التصرف. سلطه غیبی یعنی چه؟ یعنی علمش هم محیط به کل شیء است، هر چیزی را میداند، و قدرتش هم فی العلم و التصرف. سلطه غیبی داره فوق الاسباب، ما فوق اسباب، ما تحت الاسباب نه، ما تحت الاسباب بلا تشبیه. این کفار و ملوک دنیا امثال اوباما و غیره، اینها هم چی دارن؟ قدرت دارن. اما اون کسی که قدرت دارد فوق الاسباب قدرت دارد، یقدر بها علی النفع و الضرر، میتواند هم به من نفع برساند، هم میتواند به من ضرر برساند. لذا من چنین ذاتی را که دارای این سلطه کامل هست و دارای این تصرف و علم هست، هم نفع میرساند هم ضرر، از حال من آگاه هست، لذا اون را چیکار میکنم؟ او را فریاد میزنم، او را ثنا میکنم، او را با ورد زبانم میکنم، او را سجده میکنم، او را تعظیم میکنم. لذا میفرماید فکل دعاء و ثناء و تعظیم، هر دعایی، هر ثنایی، هر تعظیمی که ینشأ من هذا الاعتقاد فهی عبادته، بر اساس این اعتقاد باشد، از این اعتقاد نشأت بگیرد، اون چی هست؟ عبادت است. مدارج السالکین ابن قیم. پس عبادت اینه که انسان برای معبود چنان سلطه غیبیه را قائل باشد، او را فریاد بزند، برای او مال خرج بکند برای رضای او، و او را سجده بکند و طواف بکند، تمام تعظیم ها را بجا بیاورد. لذا می فرماید که اعبدوا ربکم. اما اینجا اعبدوا ربکم، ببینید مشرکان خدا را عبادت می کردند، اما معبودان را هم عبادت می کردند، هم خدا را عبادت می کردند هم معبودان را، هم برای خدا قربانی می کشتند هم برای معبودان به صورت مشترک هم می کشتند. پس این عبادتشون درد نخورد. به این خاطر اینجا عبدالله ابن عباس نوشته ای افرد الطاعت والعبادت لربکم. اعبدوا ربکم یعنی چه؟ افردوا الطاعت والعبادت لربکم دون سائر خلقه، دون سائر خلقه، یعنی طاعت و عبادت را برای ربتان انجام بدهید، برای مخلوقات دیگه نه. ابن جریر. پس الله تعالی ما را دعوت میده به چی؟ به توحید فی العبادت. اعبدوا ربکم ای افرد الطاعت والعبادت لربکم. پس الله می فرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم. اینجاست که ما اعبدوا را ترجمه میکنیم فقط ربتان را عبادت کنید، عبادت کنید فقط ربتان را. اکنون دلائل عقلی بر این که فقط او را عبادت. ببینید این قدرت ها، این تصرفات اگر برای هستی دیگری هست او لایق عبادت است، اما وقتی که این کارها و این تصرفات اختصاص به خدا دارد، پس عبادت هم اختصاص به خدا دارد. الذي خلقكم والذین من قبلكم، همان ربی که شما را آفرید، والذین من قبلكم، و همچنین کسانی که قبل از شما بودند اونها را آفرید شما را لعلكم تتقون. فایده توحید، شما عبادت کنید ربتان را، لعلكم تتقون، که شاید شما تقوا را حاصل بکنید، متقی بشوید. تتقون الشرک والکفر. ببینید قبلا هم عرض کردم الذی خلقکم، شما را آفرید، والذین من قبلکم، بقیه مفسران میگن پدران شما را، اون پدرانی که وجود شما به ظاهر از اونهاست. اما شیخ حسین علی میفرماید نه، والذین من قبلکم منظور اینه که اون افرادی که قبل از شما بودند و امروز چه اولیاء چه انبیاء، و امروز شما اونها را به عنوان معبود
انتخاب کردید اونها را هم خدا آفرید، اونها را هم خدا آفرید. لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. از این آیه استدلال میگیرند که اون معبودان شما خودشون خالق نیستند، چیزی که نیافریدند، بلکه و هم یخلقون، خودشون مخلوقند. وقتی که مخلوق باشه پس در وجود و در خلق احتیاج به خدا دارد. اونی که محتاج خداست چگونه میتواند احتیاج دیگران را برآورده بسازد؟ پس والذین من قبلکم، اون معبودانی که قبل از شما بودند و شما اونها را امروز به عنوان چی؟ معبودیت گرفتید، اونها را عبادت نکنید، اونها را خدا آفریده، خودشون محتاج خدا هستند. خب این دو تا دلیل بود، دلیل عقلی اول الذی خلقکم و دوم والذین من قبلکم. الذی جعل لكم الارض، این دلیل سوم هست. اینها همه دلایل عقلی آفاقی هستند. اول انفسی بود، اینها آفاقی هستند. الله می فرماید الذی جعل لكم الارض فراشا، الله عز وجل آن ذاتی است که قرار داد برای شما زمین را فرش. زمین را خداوند فرش قرار داد. آیا کسی دیگه میتونه این کار را بکند؟ والسماء بناء، و آسمان را الله سقف قرار داد، خیمه قرار داد. و انزل من السماء ماء، و نازل فرمود از آسمان آب. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پس بیرون کرد به وسیله اون آب الثمرات، انواع میوه ها از زمین، که رزقا لكم، به خاطر رزق، لاجل الرزق برای شما، به خاطر رزق برای شما خداوند انواع میوه ها را به عنوان رزق. پس خدایی که این همه لطف به شما دارد، این همه نعمت و احسان به شما دارد، فلا تجعلوا لله اندادا، شما با این خدا شریک نگیرید، برای این خدا دیگران را شریک قرار ندهید. فای فصیحه هست، یعنی اذا کان الامر كذلك، وقتی که مسئله چنین هست، فلا تجعلوا لله اندادا، شما برای خدا شریک قرار ندهید، در حالی که و انتم تعلمون، شما هم میدانید. چرا میدانید؟ علامه نصفی اینجا نوشته و انتم تعلمون انها لا تخلق شیئا ولا ترزق، شما هم میدانید که این آلهه باطله نه خالق چیزی هستند نه رازق. انها لا تخلق شیئا ولا ترزق والله الخالق الرازق، شما میدانید که خالق و رازق فقط خداست. پس اون ذاتی که خالق است، رازق است، تصرفات دارد، اختیارات دارد، اون ذات را پرستش بکنید. چرا غیر اون را چی میکنید؟ فریاد میزنید. لذا الله میفرماید فلا تجعلوا لله اندادا، شما قرار ندهید برای الله شرکایی در عبادت. انداد یعنی چه؟ شرکایی در عبادت. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید که دیگران هیچ کاره هستند، نمیتوانند خالق باشند، نمیتوانند رازق باشند. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، این پاسخ شبهه‌ای هست و جواب شبهه‌ای هست. اون شبهه اینه که مشرکان میگفتن این کتاب از جانب خدا نیست، از جانب خود محمد صلی الله علیه و سلم است، چون که تو این کتاب اینقدر توهین شده به خدایان ما را مثال حقیر و بی ارزش برایشون بیان شده، مثال مگس و پشه. خدا اینطور توهین نمی کند اولیاءش را، دوستانش را. این از جانب خود محمد هست. لذا شک داشتند که این کتاب از جانب خدا باشد. لذا و این کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر شما در شک هستید
فی کونه وحی من الله شأنه، در این که این وحی خدا باشد، یا کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا انه من عند الله، شما شک داشتید که این کتاب از جانب خدا هست چون که بر بنده ما نازل شده، پس شما چیکار بکنی؟ فأتوا بسورة من مثله، شما یک سوره بیاورید مثل این قرآن باشد، یک سوره بیاورید که مثل چی باشد؟ قرآن باشد. ببینید عزیزان، اینجا یک نکته خدمت شما عرض میکنم، اون اینه که اینجا تحدی هست. تحدی یعنی به مبارزه طلبیدن. خداوند مشرکان را به مبارزه می طلبد. شما یک سوره بیاورید مثل قرآن. عموم مفسرین میگویند که سوره بیاورید مثل قرآن باشد در فصاحت و بلاغت، مثل قرآن باشد در فصاحت و همینطور فصیح، همینطور بلیغ. ولی محققین، بسیاری از محققین معاصر مثل شیخ مولانا حسین علی رحمه الله، مولانا عبیدالله سندی و بعضی دیگر از مفسران میفرمایند که این تحدی هرگز در فصاحت و بلاغت نیست، چون که تنها این دعوت به مبارزه برای عرب ها نیست، برای تمام دشمنان قرآن است. خب دشمنان قرآن چه عرب باشند چه عجم باشند، کفار چه عرب باشند چه عجم باشند، اونها را داریم به مبارزه میطلبیم. خب اونها را به مبارزه، زبانشون وقتی که عربی نیست چطور بگیم در فصاحت و بلاغت مثل این بیاورید؟ پس تنها تحدی در فصاحت و بلاغت نیست. امروز هم کفار دنیا، خب دیروز مشرکین مکه فصاحت و بلاغت بلد بودند، امروز اروپایی ها، غربی ها فصاحت و بلاغت که به جای خود اصلا عربی بلد نیستند. پس نمیتونیم بگیم نه خب تحدی برای اینها نیست، تحدی برای قریش مکه بود. نه، امروز هم تحدی هست، امروز هم از طرف مسلمانان این دعوت هست، دعوت به مبارزه. کتابی بیاورید، سوره‌ای بیاورید که مثل قرآن باشد. مثل قرآن پس در چی باشد؟ در چند چیز. این خیلی مهم است. مثل قرآن باشد در فصاحت و بلاغت، مثل قرآن باشد در ندرت مضامین، مضامینش چنان نادر الوجود و جالب، بیان واقعات ماضیه و مستقبل و صادق بودن در اینها. هرچی که قرآن از گذشته میگه، هرچی که در از آینده میگه، همه درست در میاند. کتابی مطلبی بیاوری مثل قرآن. ببینید حتی از ماضی، از سیدنا عیسی علیه السلام خود مسیحیان خبر ندارند که چی شد آخر. و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم. قرآن آمد و گفت حقیقت چی بود و چی شد. پس از احوال ماضیه هم چی؟ قرآن دقیق بیان میکنند. درباره مستقبل هم هرچی قرآن میگه دقیق بیان میکند. و همچنین از نظر تأثیر امثال و مواعظش، کتابی بیاورید که مثلهایش مثل این زیبا جالب، مواعظش، جامعیت دلائل و براهینش، دلائلش چنان جامع باشد، براهینش چنان داره. و همچنین در معقولیت مثل قرآن باشه. قرآن تمام دستوراتش مطابق عقل است. مثل قرآن بیاورید که در همه مطالب، در فصاحت، در بلاغت، در اینکه واقعاتش دقیق هستند، چه واقعات ماضی چه آنچه که از مستقبل میگوید، در اینکه مواعظش و امثالش چه تأثیر عجیبی دارد، چقدر جامع هست، چقدر معقول هست. خب این کتابی که از جانب محمد هست با این اوصاف، شما هم بیاورید کتابی که مثل این شرایط را داشته باشد، این اوصاف را داشته باشد. محمدی صلی الله علیه و سلم که نبی امی بود، به مکتب نرفته بود و درس نخوانده بود، کتاب چنان جالب، چنان جامع، چنان معقول، چنان زیبا
با همه این ویژگی ها و ویژگی های دیگری که گفته نشد آورده با خودش شما هم بیاورید کتابی. پس تحدی فقط در یک مورد نیست بلکه در تمام مورد و در تمام محاسن قرآن هست. پس اعجاز قرآنی فقط در فصاحت و بلاغت نیست، فصاحت و بلاغت هم در رأس اعجاز قرار دارد، اما اعجاز قرآنی فقط در فصاحت و بلاغت نیست، در امثالش هست، در مواعظش هست. واقعا مواعظ قرآن دل انسان را تکان میدهد. لذا الله می فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا، اگر شما شک دارید از آنچه که ما نازل کردیم علی عبدنا، بر بنده خودمان. این اضافت تشریفی هست، عبدیت را خداوند به خودش نسبت میده. علی عبدنا، بر بنده ما. بنده ما چقدر شرف بزرگی هست. فأتوا بسورة من مثله، بیاورید سوره من مثله، مثل قرآن باشد در همه مطالب. ودعوا شهداکم، شما که نمی توانید بزرگانتون را هم بخوانید برای کمکتون. ودعوا شهداءکم من دون الله، بخوانید شهدات را، معبودانتان را، اکابرتان را. والمراد من الشهداء اکابرهم او من یوافقهم فی انکار محمد صلی الله علیه وسلم. تفسیر کبیر گفته مراد از شهدا چی هست؟ اکابرشان، بزرگانشان، یا هر کسی که در انکار رسول الله با شما هم فکره. یعنی تمام شما کفار دنیا جمع بشید، تمام کسانی که محمد رسول الله را قبول ندارید همه بیاورید، همه با هم متحد بشید. چنین کتابی. و تفاسیر دیگه گفته استعینوا بآلهتکم فی ذلک، شما اصلا از خدایانتون، از آلهه باطلتون کمک بگیرید در این مورد. یمدونکم و ینصرونکم، اونها شما را کمک کنن، شما را یاری برسانن. ابن کثیر. پس یا استعینوا بآلهتکم التي تعبدونها معالم التنزیل، آلهه‌ای که شما پرستش میکنید از اونها استعانت بخواهید، کمک بخواهید. زمانه ودعو شهداءکم این هست، بزرگانتون را بخوانید. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگویید، اگر شما راست میگویید که محمد از جانب خود درست کرده، اگر راست میگویید که کتاب خدا نیست و محمد از جای دیگه این را یاد گرفته. ان کنتم صادقین فی قولکم ان محمدا قد اختلقه من عند نفسه، ان محمدا قد اختلقه من عند نفسه، که محمد این را درست کرده از جانب خود. خب اگر راست میگید شما بیاورید مثل این سوره، یک سوره مثل این قرآن. اما اکنون الله عزوجل عجز اونها را بیان میفرماید و بعد از عجز تخویف. وقتی که عاجزید، نمیتوانید، از عذاب خدا بترسید، از آتش جهنم بترسید. الله میفرماید فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، این شرط است. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر شما نمی کنید، شما انجام نمی دهید، یعنی مثل قرآن نمی آورید، جزا جلوتر است. اما جمله معترضه ولن تفعلوا، این جمله معترضه، هرگز شما انجام نمی دهید، نمی توانید مثل قرآن بیاورید. پس فاتقوا النار، این جزا هست. یا اینکه فآمنوا جزا است، فاتقوا النار مرتب بر اون جزا، قائم مقام است. پس ایمان بیاورید و فاتقوا النار، بترسید از آتش جهنم، التي وقودها الناس والحجاره، همان آتش جهنمی که اخگرهایش مردم و سنگ ها هستند. سنگ تو اون آتش جهنم انداختند. سنگ آتش را چی میکند؟ داغتر میکند، گرمتر میکند. بعضی از علما معتقدند که منظور از این سنگ همون بتانشون هستند، آلههشون هستند. خداوند اونها را در جهنم می اندازد
که ببینند اینها خدایان ما بودن با چه ذلتی. قیل المراد بها حجارة الاصنام، بعضی گفتن که مراد از حجاره چی هست؟ حجارة الاصنام هست، سنگهای بتان هستند. والانداد، معبودان. التي كانت تعبد من دون الله. ابن کثیر التي كانت تعبد من دون الله، اصنام و اندادی که من دون الله عبادت می شدند. لذا الله می فرماید فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، بترسید از آتش، آن آتشی که وقودها، روشنی اون آتش، اخگر اون آتش، زغال اون آتش، الناس مردم هستند، یعنی مشرکین و کفار هستند، والحجاره و سنگ ها هستند، یعنی بتان شما، آلیه شما. اعدت للکافرین، اون آماده شده، مهیا شده برای کافرین، مستحقین نار، برای کافرین. اصل آتش جای کافرین است، انشاءالله جای مؤمنین نیست، مگر مؤمنی که کوتاهی کرده بره شستشو بشه و پاک بشه. فلسفه اصلی نار برای کیه؟ برای کافرین است. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور